салом дӯстони азиз, ҳоло ман ба шумо нишон медиҳам ки тариқи Viber шумо чӣ гуна метавонед нафаре ки барои шумо лозим аст пайдо кунед ки дар куҷо қарор дорад. Ин метавонад ҳамсаратон бошад, кӯдакатон бошад ё нафари дӯстдоштаатон бошад, фарқ надорад. Аммо бояд гӯям ки назора кардани шахс бе иҷозати ӯ ғайриқонунӣ аст. аз ин ҷоҳат ин навори омӯзишӣ аст. шумо ҳангоми ҷустуҷӯ кардани нафаре ё пайдо кардани нафаре ҳатман иҷозаи ӯро бояд ки пурсед. خب این چگونه صورت میگیرد؟ برای این من تلفن دوستم رو برای خودم گرفتم. خب من برای شما آن نشان میدم که چگونه است. با وایبر می‌داریم. خب الان شده میشود وایبری تلفن دوستی من و بعد طریق تلفن دوستم و طریق تلفن خودم برای شما نشان میدم. خب ما باید که پیدا کنیم که با کدام تلفن، یعنی من ببینم که رقم‌های خودم رو اینجا میابم. سلیم جان، خب من پیدا کردم و من میتونم، اما پیش از نوشتن پیام چی کار باید کرد؟ انا همین یک نقطه، تنها انا همین یک عمل رو شما اجرا میکنید و حتما شما پیدا میکنید که نفری که برای شما لازم در کجا قرار دارد. همه تلفن هر گونه است، میتونید با انا همین سه نقطه‌ای که در بالا هست پخش کنید و اینجا کلمه اینفورماسیون یعنی معلومات رو پخش کنید، یا خود با یک اشاره دست میتوانید که به همین صفحه گذارید. با هنگام طرف چپ کردن آپا میگذارد و بالا میکنیم اینجا کلمه местоположение یعنی که جایی قرار داره. ان همین تگمه رو ما گیران میکنیم، یعنی در میگیرونیم و دیگر تمام ما مینویسیم چیزی که خواهید شما میتوانید که نویسید ارسال میکنید. خب انتظار میشم که با وایبری من باید این پیام بیاید. اینک آمد، ما میکشویم برلا برای من مینویسد. خب نمیدونم چی مینویسد با حرف انگلیسی. خب ما پخش کردیم بالاش و برای ما نشان داد کوچه اسماعیلی سامانی 53، یعنی که در کجا الان این تلفن قرار دارد. خب باز یک معلومات دیگر رو من باز یک الهه دیگر رو برای شما کوشش میکنم که نشان دهم. پیش از این وقتی که من از دیگر جا خواستم که برای من نویسن و جایش رو معین کنم، برای من یک دوستم با نام شاخرخ همون گونه تگمه местоположение یعنی جایی رو درگیرانده برای من نوشت. خب من آن رو پخش میکنم و میبینیم که در کجا قرار دارد. دوارس پیچت یعنی کوخی مطبوعات شهری خوجانالو الان این نفر قرار دارد یا آخران مرتبه از اینجا نوشت. خب شما میتوانید که همین گونه برای آسان معین کنید که نفری که برای شما در کار است در کجا قرار دارد. امید میکنم که ویدیو مذکور برای شما پسند آمد. اگر پسند آمد حتما به کانال ما подписаться یعنی ابونه شدن رو فراموش نکنید و پخش زنگوله رو نیز از خاطر نبرید. میتوانید که اگر پسند آمد در کامنتاریا فکرهای خود را نویسید. تا نوبتی خداحافظ.